نه یکم بارم تا همین روز قید نکردم لیکن قید نکردم ایسا 14 فوریه نسبت همه سالا این سال تا سال به نهایت سوس رسیده خریدش توجه مردم قدر رو به این خریدیت کرد نیست. من سالی گذشته بکنم ترسوستر بود این سال بود بدتر شده سال بهتر. فکر میکنم که دیگه چیز سوس شده و سون کم شده یا صفی مثال اصلا جوانو بسیار میگیرن. من فکر میکنم که جوانو مثلا همین چی رو گردم بسیار یک چیزی از خود لیش نیست اسراف از همین چی بسیار جوانو رو گردم بسیار سال تا سال. من اصلا روز شکن رو تجربه نمیکنم به سببشون است که این رسمی غربی و مسیحی است و اگرچه دیگه دعوای دارند که این رسم فراتر از مسیحیت و غربیت است این دروغ است و به نظر من خیر شاید یک نفر دیگر جشن بگیره ولی من جشن نمیگیرم زیرا که این رسمی غربی است و برای منتالیته فرهنگی ما و برای فرهنگ ما درست نیست. طور آگاه هستم این از نام یک کشیش مسیحی که والنتین است از آن برآمده است و تاریخی روزش باشد از قدیمترین و تجلی آن به زندانی شدن شاه چارلز برمیگردد که او وقتی که زندانی میشود در برج لندن با همسرش نامه عاشقانه نویسد و که اون تا حالا در اصولخانه بریتانیا در موجود است و این نمیتواند دلیل اگر چندی برای غربیان دلیل است این فرهنگ آنهاست ولی در فرهنگ سنتی ما نمیتواند که جایگزین باشد و زیرا با گفت مولانا مرد را تقلیدشان برباد داد ای دوست لعنت بر آن تقلید بود. نه بله همچون قراری نه برای که این روز برای مردم مسلمان نیست و همان نیده تو قراری نه. من حالا دانشجو هستم و یگان شخصی دوست داشتم ندارم. یگان دین والنتین در اشتباه کرده نیست. کلا یگان چیزایی میگیرم شما دوست داشتم. فکر میکنیم انشالله تو شهر. یک گل تمام. نه بخش وای نداریم ده ما